فشردین این زبان. پخش مستقیم از استودیوی مرکزی رادیوی مهاجر میشنوید. در آغاز سرخط خبرها. پیگیری رادیوی مهاجر از قضیه دختر تجاوز شده نابالغ تاجیک در شهر ساراتوف. شهرداری مسکو با قبول یک قرار نرخ پاتنت را برای مهاجران بالا برد. باز یک کوشش سخت‌تر کردن نظارت از بالای شهروندان خارجی در روسیه. این بار مقامات چه اقدامی روی دست گرفتند؟ تکواندوچیان تاجیک در مسابقات بین المللی در چین صاحب مدال گردیدند. برنامه را با یک خبر از شهر ساراتوف آغاز میکنیم. طور در بخش خبری رادیوی مهاجر گزارش داده بودیم در شهر ساراتوف فدراسیای روسیه یک جوان دختر نابالغ شهروند تاجیکستان که با دلایل اخلاقی از آن نام نمیبریم مورد تجاوز یک شخص آذری‌تبار شهروند روسیه گردیده بود. خاطر رسان میکنیم که از حادثه مذکور اولین شده رادیوی مهاجر گزارش داد که مورد توجه کنسولگری تاجیکستان در شهر اوفا گردید. طور مادر این جوان دختر در صحبت‌های قبلی با رادیوی مهاجر ابراز داشته بود در روزهای اول حادثه بهره کمک به رئیس جمعیت دوستی تاجیکان شهر ساراتوف مراجعت کرده است، اما رئیس جمعیت تاجیکان این شهر که از آن استادخان سلامووا نام برده می شود به این زن جبر دیده ابراز داشته است که وابسته به واقعه به عمل آمده کمک کردن نمی تواند. همین طور رئیس جمعیت تاجیکان شهر ساراتوف به این حادثه ننگاور چشم پوشیده حتی از جریان واقعه نه سفارت تاجیکستان و نه کنسولگری تاجیکستان را در جریان نگذاشته است. در ماه سپتامبر ضمن سفر خود به ولایت ساراتوف کنسول گنرالی تاجیکستان در شهر اوفا با مادر جبر دیده واخورده عریضه او را بهر کمک قبول نموده از نام کنسولگری تاجیکستان در شهر اوفا به سرریاست وزارت کارهای داخلی فدراسیای روسیه در ولایت ساراتوف به طور خطی مراجعت کرده از مقامات تفتیش منصفانه و به جوابگری جنایتی کشیدن شخص مجرم را تقاضا نموده است. بنا به اطلاع اخیری که ما از حمایتگر یا خود ادوکات دختر جبر دیده تاجیک دریافت کردیم، عین زمان اوید به حادثه مذکور از طرف مقامات تفتیشاتی ولایت ساراتوف روسیه پرونده جنایتی با علامت ماده 131 قسم 3 بند ای کدکس جنایتی روسیه یعنی تجاوز شخص نابالغ پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیش قضیه جریان دارد. از روی بعضی معلومات شخص گمانبر سابق کارمند پلیس است. در صورت اثبات جرم به وی از 8 تا 15 سال محرومیت از آزادی تهدید میکند. خاطر رسان میکنیم که رادیوی مهاجر من بعد نیز قضیه مذکور را پیگیری میکند. در روسیه نقشه را تحریزی کرده ایستادند که از رفت قاعده ویرانکنی حرکت در راه مقامات دخلدار را آگاه و در زود آشکار گردیدن آن کمک میرساند. این طرح را مؤلفان تنها برای شهروندان خارجی عملی نموده ایستادند که به واسطه نقلیات خود عازم روسیه می شوند. یعنی هر شهروند خارجی که با نقلیات خود وارد روسیه می گردد کامراهای مشاهده‌ای در نقطه‌های نظارتی سرحدی دولتی سر از 1 فوریه سال 2020 رقم قید دولتی نقلیات را ثبت کرده آن را در مخزن یگانه نگاه می دارد که همه معلومات را به طور الکترونی در اختیار مقامات بازرسی دولتی اتومبیلی می گذارد. اگر شهروند خارجی به واسطه نقلیات خود قاعده‌های حرکت در راه را هنگامی بود و باش در فدراسیای روسیه ویران کند آنگاه حالت‌های ویران کردن قاعده‌های راه در مخزن یگانه نگاه داشته می شود که هنگام خارج شدن از روسیه در مرز دولتی این کشور راننده به مشکل دچار شده به پرداخت جریمه وابسته به حالت ویران کرده قاعده حرکت در راه عبور مرز غیر امکان می گردد. بنا به معلومات ها از شماره قاعده ویرانکنی حرکت در راه‌های شهر مسکو 1% را شهروندان خارجی تشکیل می دهند. با این همه مقامات روسیه می خواهند در مسئله ورود و خارج شهروندان خارجی با نقلیات شخصی به فدراسیای روسیه نظارت را از بالای آنها پرزور کنند. شهرداری مسکو فدراسیای روسیه با قبول یک قرار نرخ اجازتنامه فعالیت مهنتی یا خود پاتنت را برای مهاجران از آغاز سال 2020 بالا برد. طور خبرگزاری اینترفکس می‌نویسد قرار مذکور را سنه 15 اکتبر سال جاری بعد بررسی گردیدن از جانب وکیلان مجلس خلق شهر مسکو شهرداری پایتخت روسیه سرگئی سابیانین
به امضا رسانید. خاطررسان میکنم که در قلمرو فدراسیون روسیه داشتن اجازهنامه فعالیت مهنتی یا پتنت برای فعالیت مهاجران مخصوصا شهروندان تاجیکستان حتمی می باشد. در عین زمان مهاجران برای یک ماه فعالیت مهنتی خود در شهر مسکو 5000 روبل پرداخت میکنند. این شماره از ماه ینوری سال 2020 5350 روبل را تشکیل میدهد. یعنی ارزش بالا رفته پتنت در شهر مسکو شروع از سال 2020 350 روبل را در بر میگیرد. ارزش ماهانه پتنت برای فعالیت مهنتی مهاجران در حدود شهر مسکو در سال 2018 4500 روبل و در سال 2019 5000 روبل مقرر گردیده بود. حالا با نزدیک شدن سال 2020 الکی نرخ بالا رفته پتنت معین و تصدیق گردیده است. در اساس سازشنامه دولت‌هایی که اعضای اتحاد اقتصادی زیر نظر روسیه هستند شهروندانشان به داشتن اجازهنامه فعالیت مهنتی یا پتنت در قلمرو فدراسیون روسیه کار و اقامت میکنند. تاجیکستان اعضای این اتحاد نیست. بالاروی نرخ پتنت را سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان اوید به مهاجرت ابراهیم احمدov برای ادای مهاجر چنین شرح داد. به شبهه بالاروی نرخ اندازه پتنت این به وضع مالیوی مهاجران مهنتی تاثیر منفی میرساند. وزن شدن شرایط مالیوی در نوبت خود به کم شدن شماره پتنت گیرندگان و متناسباً به افزودن شماره مهاجران غیرقانونی سبب میگردد. تحلیل‌های ما نشان میدهند بالاروی اندازه پتنت باعث کاهش یافتن شماره مهاجران گشته است. میگذاریم به خبر ورزشی. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی تکواندو که در جمهوری مردمی چین دایر گردید توانستند مدال‌های نقره و برنجی این مسابقات بین قاره‌ای را به دست آورند. تاجیکستان را در این مسابقات بین المللی 5 ورزشکار و 2 مربی نمایندگی کردند. از میان ورزشکاران تاجیک میرشکرزاده شیرین در وزن 49 کیلوگرم و ماهرو حلیمووا در وزن 67 کیلوگرم در میان بانوان صاحب مدال‌های برنجی شده. محمد حسن شاه محمدov باشد در وزن 73 کیلوگرم تا به رقابت‌های دور نهایی راه یافته در نتیجه مدال نقره به دست آورد. در سال 2019 تکواندوچیان تاجیک 43 مدال خود را از مسابقه‌های بین المللی صاحب گردیدند. یک اعلان نیز داریم شنوندگان عزیز. روز 14 ساعت 18:00 در استودیوی مرکزی رادیو مهاجر با پخش مستقیم مصاحبه حقوق‌شناسان ساحه مهاجرت والنتینا چوپیک و انور بابایف دایر می‌گردد. شما می توانید سوالهای خود را وابسته به حالتهای گرفتن منزل برای استقامت، بود و باش در حدود فدراسیون روسیه، به رسمیت درباره حجت‌ها، طبق معیارها به کار درآمدن و از کار خارج گشتن، گرفتن مزد مهنت از کارفرما و یا کاردهنده، حمایت خود در مقامات سودی، مناسبت با پلیس هنگام واخوردن و گذشتن سرحد دولتی، به رادیو مهاجر طریق SMS پیامک در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، وکانتاکتی، ادناکلاسنیکی و یا در واتساپ به شماره 8965 151 014 بفرستید و یا در جریان برنامه که با پخش مستقیم دایر می‌گردد زنگ زده به سوال‌های خود جواب‌های مشخص گیرید. شنونده عزیز در آخر شما رو با وضع باد و هوا برای امروز 11 نوامبر آشنا می‌کنیم. هوا روز 11 نوامبر سال روان در شهر دوشنبه و ناحیه‌های اطراف آن تغییر یابنده به بارش بوده. شمال از سمت شرق 2-5 متر در ثانیه می‌وزد. هوا روزانه 15-17 شبانه باشد 3-5 درجه گرمی را در بر می‌گیرد. در شهر مسکو باشد روزانه هوای تغییر یابنده بوده. قسم بگاهی بارشات کوتاه مدت در نظر است ولی وضع گرمی هوا تغییر نمی‌کند. روزانه و شبانه وضع هوا معتدل بوده 8-9 درجه گرمی را در بر میگیرد. روز 11 نوامبر هوای شهر سنت پترزبورگ بارانی بوده. امکان تیزیدن وضع بارشات و دوامناکی آن شبانه بنابر سبب وزیدن شمال تیز از سمت غرب در نظر داشته شده است. هوا روزانه 5-6 شبانه 3-4 درجه گرمی را در بر میگیرد. هوای شهر خزان ابری بوده بارشات در نظر نیست. گرمی هوا روزانه 2-3 و شبانه از 0 تا 2 درجه را در بر میگیرد. هوا در شهر کراسنودار دوام روز 18-22 درجه شبانه کمی تغییر میکند. شما برنامه اطلاعاتی خبر را از رادیو مهاجر شنیدید. با ما بودن را فراموش نسازید. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. رادیو مهاجر همنوای دل شماست.